ها روی ماشه است؟ همچنان روی ماشه است، ولی تعداد ماشه ها اضافه شده. نمایشی که بازیگران آن به نقش خود عشق می‌ورزند. توسط شد که در دهه اول خدمت خودشون هستن. شاید صحنه این نمایش به کوچکی اینجا باشد، اما یک دنیا تماشاچی دارد. همه چیز آماده شروع است. شمارش معکوس سامانه های سوخت جامد 3 2 1 آتش! نمایش آنقدر جذاب است که باید از شوق فریاد زد. ایران اسلامی قدرت، دقت، توانمندی و سرعت عمل فرزندان سپاهی خود را در پاسداری از مرزها و ارزش مقدسش به رخ جهانیان کشید. 14 موشک دوربرد و هوشمند که یا میهمان ویژه است. قدر اس جزو خانواده با غیرت شهاب است که کلاهک بارانی دارد. تصویر اصابت به هدفش هم به ما رسیده که پس از برخورد به انبوهی از تکه‌های انفجاری بدل شده و چون باران هدف را تا شعاع گسترده‌ای منهدم می‌کند. خبردار شدیم تماشاچی‌ها از اجرای نمایش که دیروز بود دهانشان باز مانده است. همان صحنه‌ای که موشک‌ها از عمق زمین دور از رصد ماهواره به سمت هدف پرتاب شدند. موشک‌های نقطه‌زن دوربرد یادتان هست؟ تهدید و تحریم‌های دشمن جواب داده که بعد از این همه سال ما روز به روز توانمندی‌هامون داره اضافه میشه و امروز هم یک دنیا تماشاچی دارند صحنه نمایش را تحلیل می‌کنند که کلاهک بارانی دیگر چه اعجوبه است. اونها پاسخی که باید بگیرن گرفتن. تماشاچی‌ها یادشان نرود خوب است این نمایش‌های واقعی را ببینند. پیام ما ثابته. راه دفاعی است اما تاکتیک‌های ما تهاجمی است.